سلام، امروز میخوام مقایسه کنم مایع ظرفشویی اموی هوم رو با یک برند دیگه. این مایع ظرفشویی به صورت کنسانتره تهیه میشه و وقت استفاده باید که به نسبت 1:3 با آب مخلوط بشه. به خاطر همین خیلی مقرون به صرفه هم هست. وقتی که یک ظرف 1 لیتری مایع ظرفشویی رو تهیه میکنید، این معادل 8 تا باتل 500 میلی لیتری میشه که باتلای مثلا این 500 میلی لیتره، این اندازه 8 تا باتلش میشه. خب من به نسبت 1:3 قاطی کردم توی این ظرف که ظرف برند خودش هست که پمپ داره و برای استفاده هست. نکته دیگه که راجع به این بگم، لیبل سیفر چویس رو داره که ارگانیزیشنی هستش که بررسی میکنه که اثری روی سلامت، اثر زائدی روی سلامت نداشته باشه. خب 2 تا لیوان آب رو گذاشتیم، 2 تا قاشق رو چرب کردیم و از 2 تا مایع ظرفشویی استفاده میکنیم که بتونیم مقایسه‌شون بکنیم. این همونطور که گفتم رقیق شده هستش. هنوز زمان کافی نیست چون نسابیدیم دیگه، همینجوری کردیم تو، ولی همینطوری که نگاه کنین روی این چربی نمونده. اون ذرات جامد دیگه چسبیده بوده بهش که خب با اسکاچ بکشیم میره، ولی روی این چربی مونده. تمیز صیقلی بودن سطح 2 تا فلز رو میتونید مقایسه کنید. من دوباره توی آب کم میکنم. نگاه کنید خیلی واضحه که سمت راستی چقدر تمیزتر شده. نگاه کنید الان این مونده روش. آبی که اینجا هم هست خیلی شفافتره. نکته دیگه‌ای که هست این که این مایع ظرفشویی یا آزمایش دیگه هست که میزان کف کنندگیش رو بررسی میکنیم. مقدار کمش کف خیلی زیادی میده که حالا اون آزمایش دیگه‌ای هست، با شرایط دیگه‌ای باید تست بشه. به خاطر همین مقدار ظرف زیادتری رو میشه باهاش تمیز کرد. حالا اینها رو همچنان چون زمان میگذره من نشون بدم، همچنان تمیز نشده این بریه هنوز، در صورتی که مایع ظرفشویی سمت چپ که برند دیگه ای هست، از جزو برندهایی هستش که همه فکر کنن خیلی قویه و خیلی خوب پاک میکنه. خب تا آزمایش بعد.